اوشه کجا داری میری کپک؟ من آقا ابراهام لینکلنم دیگه، از امریکا اومدم. خوش به حالت. منم از سپاه آمد تبریز اومدم. چی میگه؟ گفته باشم ما داریم شما رو محاصره دریایی میکنیم، حواست باشه چی میگی. ببین من این گلبازیات نمیفهمم، فقط میدونم پاسدارا بریزن اینجا همه چی تمومه. با سپاه واقعی موازی نشی علاوه. آخ قربان چند سال پیشم همین پاسدارا ما رو گرفتن که جیسی شاشید به خودشا. بیا برگردیم. خفه شو، نقطه ضعف از خودت نشان نده. سیرابیاتا نقطه ضعفتون سوراخ نکردم از جلوشم خفه شید. عمرن این ناو ما خیلی ماشاءالله داره، کسی حرفش نیست. ما هم یه سری تاکتیکای ناشناخته داریم. چی فکر کردی؟ چه تاکتیکی؟ تاکتیک بمال که تو صحرا تباس خاک ماله شدید، تو خلیج فارس هم آب ماله میشید میفهمید. نه بعدش هم شما که هم ادعا داری از طرز چیزاتون هرچی گاهک و بادبادک و ترکه بود از آمریکا نمی آوردید اینجا. محمد چرا نمیای؟ این مرحلهش خیلی سخته، بیا ردش کن بابا. این چیه دیگه؟ این ابی کوسه است، میاد اینجا کال اف دیوتی میزنم حوصله‌مون سر نره. چی میگه؟ این بازی تفنگی ما ساختیم ما، حالا تکنولوژی ما رو مسخره کن. خب طبیعیه، مگه اینکه تو بازی بتونید ما رو بزنه. تازه اگه اونم بذارن رو حالت ایزی. آره بخندید، موقع جنگ واقعی بهتون میگم. اینطوریه بگیر که اومد. نارنجک تیمی بخواب، تیمی زدم، تیمی. تکنولوژی ها بلنشی بابا سیب زمانه بود. قربان احساس سوزش عجیبی دارم. چیزی نیست، فکر کنم سر ارمای بهت گیر کرده. نه این وضعیت دقیقاً وضعیت ترامپه. از تنگه هرمز چه بره چه بیاد پاره میشه. قربان نه جانی بیا بریم فرار کنیم، خیلی سوز داره. فکر کرده همینطوری میذارم بره؟ یعنی چی؟ یعنی میدم اینجا ارمایا سفره ماهتون کنن، بعدش هم میدم سگ مایا بخوننتون شاخص دنگه بره بالا. چی میگه؟